Rahim Production. بدرو مرامت که من شما را وعده دادم شهر میارم اینا دیده بگذار لبای چی فقط استراحت که چیزه در کاره تا فقط سخن که تو بگذار کجا نمیشینی کجا میشینی لبای همش جای خطا کجای مخلوقات بگذار این دسترخونی کلام بگذار لبای جوشا مرامت بگذار همین کودک گفت این جنگوشی باشی اولاکی بمعنی همین گفتو نبیورم چیزی که مخلوقاتونا فقط بگه شما فقط استراحت کنه کیف کنه فهمیدی؟ اکا شیرالی نباید اونمون بچه کنم اکا خب قطعی خود مدرومت سعی دستخون فهمیدش که عیبه و خیبه نیدوب نه خیجا گفتم که اینجا طرابخونه مردم یه رفتن میگیره شما بشینه فقط استراحت کنه اینجا میره اینجا رنگ قشلوقی خیمون گذاری طور نیست نه اینجا طرابخونه مردم میره و میاد خیم گذاری خیمون دا همه شنوسه نوشوزه یا همون کنه مرحمت بگیم کوخی خیجا مردم بخواه شیخی داشت میاد اینجا و خیلی نیست چی میخرین شما؟ فقط من شما رو وعده دادم چی میخرین؟ من ششلیک تو چی میخری؟ خیلی تو ششلیکی میخری؟ من دهفلیک بیام این براتشکه چی میخری؟ چی میخری؟ ششلیک این قرقه قرقی ششلیک میخری؟ ای بانی میدونی قدی قومت ما ششلیک هفلیک میخریم ده ششلیک میخری بچه گوش که همون همش یه چیه ششلیک چی؟ هفلیک هشلیک گفته استی آخه ششلیک چیه؟ همش هفلیک هشلیکش همون ششلیک میگن همش یه چیه باز من پیش خدمت فرار نکم بفهمونم پیش خدمت پیش خدمت یا کشیرالی چیز تو بخریم نه همون خیمه خیمون نمیفهمیم پیش خدمت بیا اینجا السلام علیکم شامادت به طرف خونه ما رحمت بشین نیودوب نه دخته عیال نخو پیش ما خود بیاره خیمو بریم بیاریم بشین من شما رفتم نیودوب نه یا من شما رفتم فقط استراحت کنیم و در خدمت اینجا ای دشنبه یا چیزا کس کنم برای شما اکی شیرالی خب شما چیز بخیر ما همون هم میخویم چیزا که رفتم همون پیش خدمت با من یک منیو بیاره خواب شده است آزیر مگیرم آزیر میاره آیا پا بخشیش همون منیو سرگوشتک باشه یا طبق نان دام بیاره چی؟ Rahim Production. هست از راه بگم آخه بیا کم تردم بگیرم در درونی تانکه بارو که دای زنک شب و روز لاتا همین تا اهمی ندار نشدی ایمه های کارو برات کشیما گو بله اینا این مردم به اوه او بولی اینمی چکاکو میگیره این نه همیون با عقل داره نه ایران نگاه که پرشیدیم پاتو اینا بچه پول داره یافته گرفته اونم بیچاره دوجه خریج توکا کلمرغ نیست های این حالا بیه زنک بس یا کم تردم بگیرم نه احتاس از راه بگم سوزه ینگه نغزه سلامتی خوبه ای بازار گشته ای بازار اویلی کارا گرفته از نچی نغزی کلمرغ خوبه ینگه جان بره من یاردم بکنم سید که یک نو میبریم مال خط از بگیرم بیاره مالی با خدا کش تاگ ما بانو ای آخه چی بگو من تر همسویا ای بزرگ گشتی ها ایرا بین ای اولی که با فیلم یگون سونا مونده ای چه میمونه ای همه دیلوی جگر من خورده کاخی میگن سان نه روز هایی رای بیچاره ایرانی هیچ نیست خدا تمامی جنام ده بوی نمیره ای نمجد کجا گده بخدا ای همونجا نگاه دارم زبان ای حلق بومدگی در پشت پارتافته اومده استی خدا چی کنم زیق نشه میگم بر سری فرزندی آدم هرچی آید میگذره باید چیز دیگه گفتی تو میگذره که خیلی فهمیدم اونجا تمام خزیق نشه منم روز اومدم اینم اینجا دک چیکا دیدم اینجا با پارتافتیان شون دیلکم سحر گذشته مدا بدم ها همین گفتم بگیرم که دو تاش مدت نه آخه گفتم بگیرم اون رو با مدار نگاه میکنم خیلی نغزه
تا اکل همه گاب مالی تو ایزونو میکشی آخه برای چی ایزو بکشم؟ تو در همه قشلاق یک کلمرغ میگفتن سر این طریق کدام اومدی بچه من میدونم ده طرف میشین مردم نه چی بلو زده تا نه ترا چی بلو زده همین حوله سیکا در گردن ای بایه چی گپای او چون زنک ترا خسیشتا میتیا جدوشا نمیفوره آخه گفته سانکو دیلوی جگر ما خوردگی آخه چا کنم همسایه جان آخه با چو جدا نمیشی آخه همسایه جان بزرگا گفتیان که زن چراغ خونه زن حرمت کردن در کار زن کشید مادر که گپ در زن کلونی منه ما گپی بزرگا رو میگم در شما گپی بزرگا میگی در زمین نمونیا گپی بزرگا من روی خاطر بزرگا همی کارا کرده سان چا کنم من معقول نیست نه اگر یگو چیزی میشه من گام میزدم نه که اگر بزرگا گفته باشه که زن چراغ خونه دونه من گپیش ندارم خبرم که زنه کم بودی دوستان شاجورا فهمیدم همین زن گفتی ها زن چراغ خونه بزرگا گفته برای همین خدمت دهی برای همین در خدمتشون میگه بشی میخزم میدوم تمام ماله جورا با جنگ نکنه برا زن چراغ خونه مونده نباشی زنک مونده نباشی خانزن آمدی مادر؟ آمدم نمی کم ترک همون بیرنو سوسنو گشتم اینا نگاه که نیولا دست گر بده زنک گفتم من کم تر بکرتر شده مادر گفتم همجا را پوپر کنم نقص کردی سواز کردی یا چی بکنم آخی با تاویستان را میخرم نقص کردی نه با عقل شدی با دیل من کار کسی انا این گلوساکو شنوندگی تم مخچه کده ملدس مادر؟ با چه کده تا فکر در رفتی با یگان کس عاشق شدی ها؟ اصفلو بگو دیونه چی خب چی فکر کده سی؟ چه کده تا؟ همی میگن که کوراساش یه بارگو میکنم من یه بارگو کردم باز اگه با عشقیشی با خب چی فکر میکنی؟ خوشی زنک راست سیگه همون شیرالی هم میگون حال به مادر نه شیرالی های که کلمر تخلص کلمر گای که همسویا هوا یا گاب گفت باور کد معنی سر جمو چی گفت؟ نمید دیلم سوخ اکه میگن آدم خیلی فرزن اینسان رحمه که دیلش همین جد همین لبی چی دایره دایستگی بودم کچکاکو قطعی خیلی قطعی باید بوزی داشتم یکی کلمر قدیدم زوانش در همین دانش کشول هست کده در سر کی دیزانش پافتگی سیدکا رنگی خر باری خوجین زده زنش ایدی میزش حکس کده نمتر رفته سر دیلم سوخ گفتم یک سبت چی بودم وای کنم میدونی چی گفت؟ چی گفت؟ گفتم این زن کلونی چی تا بس که میکنه؟ میگه این زن کلونی نیست میگه این زن کلونی نیست با چی بوده؟ میگه کی؟ ما گفته بزرگو را کده استم این میگه زنک چراغی خاندانه حرمت احترامش کدیستم این گپی بزرگوه میگه انا مرده کلمر راست گفته که زنکا چراغی خاندانه اگر همین زنکا نباشه شما مردکا میدانی در نو تاریکیه خیلی؟ حالا اکر شما زنکا چراغ خاندانه ما چراغی خاندانه همین ترک هم چراغ خاندانی گپ درست زنه نکیو خیلی مرده خیلی یک کار خونه را که خیلی که همون گپی بگه همون کلمر قده همون گوشت بگیو خیلی که یک کار را که مرده با چی فکر من این قدی تا گپ زده سا زنک همون گپی کلمر نکی راست های جیها راست های مرده راست های میدونی چی زنک جون چی؟ راستی گپ من اهمیت میتونم خونه و در نداشتیم خیلی شکری خدا خونه و در دار شده صد بار شکر کم بودی نیست من اهمیت میتونم که زنک اهمیت میتونم فاصله نیکن همین اهمیت دادیستم همین خونی خودمونه که باید چراغ اوقا روشن اینه
میگم با 2-3 چراغ باشه خونه روشن‌تر بشه لی ای مرده با یک چراغ خونه دو که روشن‌تر نمیشه با 3-4 چراغ دیگه باشه با روشن‌تر میشه ای مرده فکر اوچا چکتا که فهمیدی